ظهری 13 مارد مانعی گذرگاه گلستان شهر اسفره و قزلبیل ناحیه بادکن با فرمان سران قشون‌های سرحدی دو دولت برداشته شد. این لحظه که ظاهراً صدها ساکنین دو منطقه بی‌صبرانه انتظار بودند و همدیگر را به آغوش کشیدند و تبریک گفتند. در بین آنها نفرانی هم بودند که طول 4 سال نمی توانستند نزدیکان و پیوندان خویش را ببینند. بچه‌ها همش های اینجا در دخترها هم اومدگی همش های. اگه آزید من مرز شده شد اکنون با دیداربینی آنها خیلی اکو این اسم با پیشنهاد با را رابطه گشتم من را اسفالت شده نقص شد. من بگن iki مملکت یک ریسپوبلیکا من دوستلیگ اوچن. شده به این سنه به گفته سران دولت‌ها تاریخی نمایندگان دو ملت برنامه‌های فرهنگی آراستند و ساز و نوا زدند. نمونه هنرهای مردمی و عنعنه‌های ملی خود را به معرض هم گذاشتند. برای ما، برای هر یک صنعتکار، هنرمند، هر یک فردی اسفره باستانی و تاجیکستان عزیزمان این شادشوی مرزوبم از آن فایده از آن دارد که ما بی ممانعت، بی مانعگی برای روزهای خرسندی، روزهای توی مراسم ها، روزهای فرهنگی یکدیگر بی ممانعت روابط میکنیم. Мы очень рады всегда выступать в пользу двух стран. Очень рады. Вот будем ждать приглашения. Будем ждать приглашения от двух стран. Всегда рады выступать. در این روز همچنین ماشین‌های بارکش و نقلیات دو دولت نیز مرز را عبور کردند. رئیسان دو ولایت گفتند که این گذرگاه مثل پیشینه به تنفس فعالیت خواهد برد. دلم خواست که همین خرسنده شود، ال شود، همین دادگیریستان ما همین پیشینه باب شود. تاجیکستان و قرقیزستان حدود 1000 کیلومتر سرحد دارند. زیاده از 519 کیلومتری آن تا سال 2011 موافقه و بیش از 486 کیلومتری باقی مانده در 3 سال اخیر مشخص شده است. نامعینی سرحد سالها سبب جنگ و خونریزی بود. در مناقشه سالهای 2021 و 2022 از دو طرف 10 نفر کشته و 10 نفر زخمی شده بودند. امروز معمای 100 ساله که بین خلق تاجیک و قرقیز بود، خصوصا بین ولایت بادکن که ناحیه بادکن، ولایت سوخت شهر اسفره و ناحیه باباجان غفوروف پوره سرحد حل خود را یافت که این 100 ساله ها این دو خلق برادر دوست از این اذیت میکشیدند که در دوران استقلالیت با غمخواری پیشوای معظم ملت این مسئله حل خود را یافت. Не зря в народе говорят, соседи не выбирают, они даны Богом. مردم بیهوده نمیگویند که همسایه ها را انتخاب نمی کنند، آنها را خدا می دهد. در تصدیق این گفتار حکیمانه میگویم که مردم ولایت سوخت و بادکن از یک دریا آب میخورند و ما را تاریخ و عنعنه های قدیمی به هم پیوند میکند. ما صمیمانه مناسبت دوستانه و همسایه‌داری را حفظ و قدر میکنیم. سپاس به همه آنهایی که چنین امکانیت را به ما فراهم آوردند. رئیس جمهوری تاجیکستان امام رحمان گفت دو طرف برای به 500 میلیون دلار رساندن داد و گرفت نیز توافق کردند. در تقریباً 4 سال اخیر به سبب بسته بودن مرز و جنجال‌های سرحدی داد و گرفت دو کشور به سطح پایین‌ترین رسیده است. پرواز هواپیماها نیز از 14 مارد از سر گرفته می شود. صادر جباروف رئیس جمهوری قرقیزستان اظهار داشت که از این به بعد وضعیت دیگر خواهد بود. ساکنان دو منطقه در پی این گفته‌های سران دو دولت امیدوارند که دیگر بحث و مناقشه نمی شود و در همه ساحه‌ها رابطه ها را مستحکم می کنند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر اسفره.